این بار ما میخوایم در مورد توهم خوشایندی صحبت کنیم. توهم خوشایندی یعنی چی؟ توهم خوشایندی یعنی تمایل به دیدن الگوها و معناها در داده‌های تصادفی وقتی که واقعا هیچ الگویی وجود نداره. سادهش این میشه که ما خود دوست داریم چیزهای بی ربط رو به همدیگه ارتباط بدیم. مثلا فرض کنید یک فردی موفق شده در زمینه، این فرد ظهرها میومده 2 ساعت میخوابیده، ما میایم 2 ساعت خوابیدنش رو میبینیم و احساس میکنیم که موفقیتش به خاطر اون 2 ساعت خوابیدنش. ما هم میام ظهرها 2 ساعت میخوابیم، در حالی که علت اصلی موفقیتش تلاشیه که برای اون کار انجام داده و این خوابیدنش هیچ ارتباطی در باره موفقیتش نداشته. این میشه توهم خوشایندی. ما این رو میتونیم در بازارهای مالی در تحلیل‌های تکنیکال مشاهده کنیم. افرادی که تحلیل تکنیکال انجام میدن اون الگوهایی که دوست دارن رو میرن تو چارت پیدا میکنن و بعد میگن که آقا ببین این صعودی که تو بازار بوده به خاطر این الگو بوده، در حالی که ما میتونیم تو همون چارت همون الگوها رو ببینیم که برعکس عمل کرده، ولی اونها رو نمیبینیم و اون چیزهایی که طرز فکر قبلی ما رو تایید میکنه اونها رو میبینیم. یا مثلا فکر کنید یک فرد موفقی یه میز شلوغی داره و یه استراحتی هم وسطش میکنه و وقت نکرده که میزش رو تمیز کنه. یه دانش آموز هم میاد میبینه آقا اینی که موفق شده میزش شلوغ بوده، پس میاد اینم میزش رو در هم بر هم میکنه تا شاید موفق بشه. یعنی در واقع علت رو اشتباهی پیدا میکنه. نتیجهش اینه که ما باید فریب نوش تصادفی رو نخوریم، به دنبال روابط علت و معلول واقعی باشیم، نه فقط خوشه های ظاهری.